نظامیان ایران روز دوشنبه گفتند حمله‌های نو به اسرائیل را که نخستین حمله‌ها پس از آتشبس ماه اپریل بود خاتمه دادند. اما تهران تهدید کرد که اگر اسرائیل حمله‌ها به لبنان را ادامه بدهد ضربه‌ها را از سر خواهد گرفت. این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از اسرائیل و ایران خواست که تیراندازی را فوراً بس کنند. آغاز دوباره حمله‌ها قیمت نفت را در جهان تقریباً 4% بالا برد و تلاش‌های آمریکا را برای میانه‌روی در زمینه دستیابی به سازش برای ختم جنگ زیر خطر گذاشت. ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی دود را نشان می‌دهند که پس از حمله اسرائیل به کارخانه نفت و کیمیا در ماه شهر واقع در جنوب غرب ایران به هوا می‌پیچد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که در پاسخ به این حمله یک تأسیسات اسرائیل را در شهر حیفا هدف گرفته است. در همین حال با صدا دادن بانگ خطر از حمله هوایی و پرواز موشک‌های رهگیر، اسرائیلیان به پناهگاه‌ها شتافتند. در حمله‌های موشکی ایران در نزدیکی شهر آریها در یک محله اشغالی در کناره باختری رود اردن یک موشک به زمین افتاد و به خانه در شهرک یهودی نشین آسیب رسانیده است. درخواست ترامپ برای قطع نزاع پس از آن صدا داد که او از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست از حمله‌های بیشتر به ایران خودداری کند. ترامپ گفت می‌خواهد از خللدار شدن مذاکرات صلح با تهران جلوگیری کند، مذاکراتی که هدفش ختم نزاع بیش از 3 ماه است. جنگ در آخر ماه فوریه و پس از حمله‌های مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. با وجود آتشبسی که در ماه اپریل به دست آمد، نیروهای اسرائیل جنگ را با حزب الله تحت حمایت ایران در لبنان ادامه دادند و حزب الله نیز پرتاب موشک‌ها به اسرائیل را قطع نکرد. ایران تاکید داشت که سازش آتشبس لبنان را نیز در بر میگیرد. ترامپ به اسرائیل فشار آورده است حمله‌هایش در لبنان را قطع کند تا برای سازش ختم جنگ با ایران زمینه فراهم شود. پس از حمله اسرائیل به هدفهای حزب الله در یک محله نزدیک شهر بیروت، تهران به سوی اسرائیل موشک‌های بالستیکی انداخت. یک مقام نظامی اسرائیل گفته است که ایران از شام یک شنبه این جانب تقریباً 30 موشک بالستیکی را به سوی اسرائیل پرتاب کرده است. روز دوشنبه یک تلویزیون اسرائیل از قول مقام بلندپایه گزارش داد که اسرائیل با درخواست ترامپ حمله‌ها به ایران را بازداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت آمریکا در هر گونه اقدام اسرائیل برای حمله به ایران مسئولیت مستقیم دارد.